درود بینندگان عزیز، به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 8 آگوست است و من عبدالله اشرف هستم همراهتان. در برنامه امروز این موضوع ها را داریم. پس از عملیات ناکام در قایتاش، پرزیدنت های قرقیزستان همدیگر را در پایمال کردن قانون ایبدار کردند. در این مجتمع تنها آتنبایف سلاح داشت. من آگاه کرده بودم که سلاح دارد. من این را از آن سبب میگویم که بعد کسی را از محافظان منزلم گناهکار نکنند. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه مرافعه وکیل مدافع را که ادعا کرد شکنجه شده است به تأخیر گذاشت. دریای ورزا به پرتوگاه تبدیل می شود. ساکنان از کمبودی پرتوگاه ها شکایت دارند. در همین دهه دوم ما دو تا از پرتوگاه داریم. یکی دو تا برای ما کمی کمه. ما در مینیمال باید 5 تا 6 تا باشد. سارانبای جیمبکوف، پرزیدنت قرقیزستان الماسبک اتنبایف همتای سابق خود را به دغلانه ویران کردن قانونها از جمله کنستیتوسیای کشور ایبدار کرد. روز گذشته 7 آگوست نیروهای ویژه کمیته امنیت برای بازداشت اتنبایف به خانه او در قایتاش دهه در کنار بیشکک رفتند، ولی عملیات بازداشت پرزیدنت سابق به مقاومت شدید دچار شده ناکام ماند. خود اتنبایف امروز در یک اظهارات برعکس مقامداران را به پایمال کردن قانون ایبدار کرد که بدون گناهکار اعتراف شدن او از سوی دادگاه برای بازداشتش آمدند. چون و چرای این ماجرای خونین در قرقیزستان در گزارش کیومرسی عطا. روز پنجشنبه، یک روز پس از عملیات ناکامی بازداشت سابق پرزیدنت قرقیزستان الماسبک اتنبایف که با مرگ یک نفر و جراحت 52 کسی دیگر به انجام رسید، پرزیدنت قرقیزستان سارانبای جیمبکوف و اتنبایف یک دیگر را مسئول این وضع ناگوار نامیدند. منزل زیست اتنبایف هنوز هم در احاطه طرفدارانش است. روز 7 آگوست عملیات نیروهای تعیینات خاص کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان برای بازداشت اتنبایف 62 ساله ناکام شد. طرفداران اتنبایف مقاومت نشان داده بر علاوه 6 افسر امنیتی را به گرفت گرفتند. فعلا سربازان گروه تعیینات خاص کمیته دولتی امنیت ملی در دهه قایتاش قرار دارند. در رفت عملیات بازداشت پرزیدنت سابق الماسبک اتنبایف یک چند افسر امنیتی جراحت برداشتند که متاسفانه یکی از آنها بر اثر زخم‌های وزنین در شفاخانه جان داد. تیر سلاح اسنایپری که از طرف منزل پرزیدنت سابق آمده بود، عضوهای حیاتاً مهم این خادم را مجروح کرد. یادآور می‌شوم که سربازان تنها تیر رزینی استفاده بردند. از منزل پرزیدنت سابق باشد، سلاح جنگی استفاده شد. اتنبایف نیروهای دولتی را به پایمال نمودن قانون ایبدار کرد. در این مجتمع تنها اتنبایف سلاح داشت. من آگاه کرده بودم که سلاح دارم. من این را از آن سبب میگویم که بعد کسی را از محافظان منزلم گناهکار نکنند. و دوم اینکه دادستان کل باید داند که طبق قانون تا زمان اعلان حکم دادگاه منزل مرا باید خدمات حفظ دولت حمایت کند. اتنبایف که از سال 2011 تا 2017 رئیس جمهور قرقیزستان بود، با 5 اتهام از جمله فساد و سوء استفاده از قدرت روبرو می باشد. تابستان سال روان پارلمانت قرقیزستان اتنبایف را از مقام پرزیدنت سابق و مسئولیت محروم کرد. اتنبایف چند دفعه به بازپرسی دعوت شد ولی درخواست مفتشان را رد نمود. پرزیدنت قرقیزستان سارانبای جیمبکوف روز 8 آگوست در جلسه شورای امنیت کشورش گفت که اتنبایف بر روند قانونی تفتیشات مقاومت مسلحانه کرد و کنستیتوسیا و قانونگذاری کشور را دغلانه ویران نمود. پرزیدنت قرقیزستان گفت که به مقامات حفظ حقوق و ترتیبات دستور داده است که به زودترین فرصت نظم و ثبات کشور را برقرار کنند. در این بین اتنبایف در نزد بینای میدیا فارم شهر بیشکک که به او تعلق دارد و تلویزیون اپریل هم در آنجا جایگیر است، تظاهرات بدون مهلت اعلان کرد. بینندگان عزیز، ما حادثه های قرقیزستان را پیگیری داریم و شما در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و سامانه www.azadi.org می توانید با آخرین تحولات آشنا شوید.
دو تشکیلات غیر دولتی در تاجیکستان، اتفاق ادوکات‌ها و ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه ادعا کردند که کارمندان اگنتی مبارزه با کروپسیا ادوکات تاجیک را به پاره دادن به یک کارمند سود و به دام افتادن او وادار نمودند. ادوکات عبدالعزیز عبدالرحمنزاده این درخواست کارمندان آژانسی را رد کرده است و اکنون خود در کرسی عیبداری می نشیند. اگنتی مبارزه با کروپسیا او را به قلابی متهم می کند. مرافع دادگاهی عبدالعزیز عبدالرحمنزاده وکیل دفاع که آژانسی ضد فساد او را با قلابی گمانبر می‌داند در روز دوم هم به تأخیر گذاشته شد. آژانسی مبارزه با کروپسیا عبدالعزیز عبدالرحمنزاده را با آن گمانبر می‌داند که گویا از سیمراد سعیدوف یک ساکن ورزاب $500 طلب نموده است. حالا 15 وکیل دفاع از حقوق‌های این ادوکات در دادگاه حمایت می‌کنند. به گفته وکیلان دفاع، مبلغی به عبدالعزیز داده شده در اساس شرطنامه حق کار ادوکات بوده است و قانون این را منع نمی‌کند. در حالی که سازشنامه بسته می‌شود، موجود بودن همه گونه جنایت علیه این کار کرده میشه. سازشنامه بسته شده است، نو بسته از اون همون مبلغ در تاریخ 17 سال 2019 به ادوکات میدهد، درسترش به بالای میزش میگذارد و هنگامی که سازشنامه آماده شده نسخه اول رو امضا میکنه و گرفته از در میبرد و کارمندان فوری در اومده ادوکات مورد دستگیر میکنه. به گفته وکیلان دفاع، بعد بازداشت عبدالعزیز عبدالرحمنزاده برای آنکه طلب کارمندان آژانسی ضد فساد درباره پاره دادن به یک دادرس را رد کرد، شکنجه شده است و علاوه بر آن به ضد خودش پرونده جنایی باز کردند. در همه حالتی دستگیر کردن، پس از اون نسبت وی در حقیقت هم واقعا همین شکنجه تطبیق شده است در حجره کاری وی. روز 8 آگوست برای فهمیدن موقع آژانسی مبارزه با کروپسیا در مورد لطوکوب عبدالرحمنزاده از طرف کارمندان این نهاد به آژانسی مراجعت کردیم. مقامات آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا حاضر نشدند قضیه را به خبرنگاران رادیوی آزادی شرح دهند و موقع خود را در این باره روشن کنند. خود عبدالعزیز عبدالرحمنزاده از سوی کارمندان ریاست این آژانسی در شهر دوشنبه بازداشت شده است، ولی نخست در ریاست آژانسی در شهر دوشنبه به ما گفتند که در سر ریاست این آژانسی در محله 46 شهر دوشنبه قضیه را به شما شرح خواهند داد، ولی ما حالا که در اینجا قرار داریم یگان مسئول این آژانسی حاضر نشد به خبرنگاران رادیوی آزادی شرح دهد که نظر آژانسی درباره بازداشت وکیل دفاع عبدالعزیز عبدالرحمنزاده چی است. در صورت شرح دادن این مسئله از طرف آژانسی نظر آنها را هم نشر خواهیم کرد. کمیسیون بین المللی حقوقشناسان نیز خواستند مسئله شکنجه شدن عبدالعزیز عبدالرحمنزاده جدا تفتیش شود. 10 سال باز مودوفال نام شخص با عادت پرتافتن ظرف و خلطه‌های پلاستیکی مبارزه میبرد. او از پلاستیک قبایه پوشیده به نورسان سنگال فرهنگ حفظ محیط زیست را می‌آموزاند. او با کودکان می‌فهماند که پرتاب‌های پلاستیکی محیط زیست را رسوا نموده باعث فوت هزارها حیوان در اقیانوس خشکی می‌شوند. فعلا 34 کشور افریقایی استفاده اشیای پلاستیکی را به قدر کافی محدود کردند. برای مثال کنیا برای استحصال و استفاده مواد پلاستیکی تا 4 سال زندان و معادل $40,000 جریمه مقرر کرده است. شاید برای تاجیکستان هم بازنگری استفاده مواد پلاستیکی ضرور باشد. یک تفتیش مقامات محلی نشان داد که وضع در ناحیه ورزاب کنار پایتخت تاجیکستان و به ویژه رود ورزاب که سرچشمه آب نوشابه شهر دوشنبه است پر از پرتاب و به خصوص ظرف‌های پلاستیکی می باشند. ساکنان میگویند جای برای پرتابی ندارند. شهرهای عبدالله ادامه می‌دهد. بالای بامی خانه دلارام رویبова به پرتابگاهی دهات تبدیل شده است. میگوید مردم به خاطر نبود جای پرتابگاه خودسرانه پرتابهای خود را پهلوی بالای خانه او میریزند. شمال شب همش در درون خانه میریزم، میرم علو میزنم، همه جمع گیر میکنم، پگاهی میرم با همون خیلی. در این دهه بیش از 300 خانواده زندگی میکنند و اگر قسمی هم اینجا پرتابهای خود را آورند باقی مانده پرتابهای معیشی خود را به دریا میپرتایند. دهه دوآبه جماعت چورباغ ناحیه ورزاب از جمله دهه‌های میباشد که نزد ساحل ورزاب قرار دارد. به گفته ساکنان چون جایی نیست
партовҳоро дар соҳили дарё мегузоранд ки тадриҷан ба дарё меравад. маъмулан ба оғози мавсими гармо аксари афроди истироҳаткунанда лаби рудхонаи ноҳияи варзоб истироҳат мекунанд. сокинон мегӯянд саҳми истироҳаткунандаҳо ҳам дар олуда кардани дарё кам нест. дар як санҷиши мақомот дар ин маконҳо чандин ҳодисаҳои вайрон кардани қоидаҳои ҳифзи муҳити зист ва олуда кардани дарё ошкор шудааст. қисман партовҳои пластикӣ баъд аз обҳои нӯшида мисол дар ҷойҳои номаъян пахта шуда. нисбати камбудиҳои ҷойшуда протоколҳои вайронкунии маъмулӣ тартиб. дар ҳоле ки мақомот аз ҷаримабандии сокинони соҳибони истироҳатгоҳҳо хабар медиҳанд, худи соҳибони бӯстонсароҳо мегӯянд мардуми истироҳаткунанда фарҳанги тоза нигоҳ доштани муҳиту обро надоранд ва ҳам обро ронандаҳо ифлос мекунанд. аз ҳамин шоҳроҳо сар мешавад. ҳамон нақлиёте ки мегузарад ҳам меваи аз ҳамонҷо мепахш мешавад. барои ин нигоҳ доштани мо қувватамон намерасад. чест. як мушоҳидаи мо нишон дод ки дар бархе аз ин маконҳои истироҳатӣ қуттиҳои партов вуҷуд надорад. ифлоси мисол рафтани партовҳо дар дарёи варзоб дар якҷоягӣ тибқи супориши гурӯҳи кори мисол милитсияи экологӣ якҷоягӣ рейди фаврӣ гузаронад. бунёди партовгоҳ дар назди дарёву соҳили рудхонаҳо манъ аст, чун боиси паҳн шудани ифлосиву бемориҳои сироатӣ мешавад, вале мардум мегӯянд аз ночорӣ ин корро мекунанд. расмӣ дута партовгоҳ дорем. дар ҳамин деҳаи дуоба мо дута вози партовгоҳ дорем. не ки дута барои мо кама. мо да минимал набояд 5-та 6-та бошад. варзоб яке аз сарчашмаҳои аслии таъмини садҳо ҳазор сокини шаҳри душанбе бо оби нӯшиданӣ аст. чанд сол боз ин ҷониб дар остонаи иди қурбон сокинони шаҳри бандарии карочӣ дар покистон шоҳиди аз болои боми баландошона поён фаровардани гову буқаҳо мешаванд. дар шаҳр барои парвариши чорво имконият нест, аммо як сокини баландошонаи карочӣ ҷои муносиберо барои ин кор пайдо кардааст. орзуи карим дар бораи парвариши сокини карочӣ дар баландошона гузориш медиҳад. در آستانه جشن مسلمانان قربان روز دوشنبه در شهر قراچی پاکستان با کمک کرن باربردار گاوهای در بام بینا پرورش شده را به زمین فراوردند. در شهر بندری قراچی کم آدمان از دیدن صحنه‌ای که بقعه نیمتانه‌ای در فضای کوچه تنگ فرود می آید حیران نمی شوند. هر سال پیش از عید قربان جشن اسلامی به جا آوردن قربانی چاروایی که در بام بینای 4 آشیانه پرورش یافته است به زمین می فرارند. مسلمانانی که از کوچه های سر اهالی ناحیه شهر ناظم آباد امکانی در نزد خانه و کوچه های پر از آدم نگاه داشتن چاروایی برای قربانی آماده شده را ندارند، اما صیاد اعجاز احمد حل این مسئله را یافته است. طول این سالها محمد حنیف راننده کرم به احمد در پایان فراوردن چاروا کمک میکند. امسال او 5 بقعه و 1 گاو را از راهی هوایی به پایان فراورد. وقتی من بار اول اینجا آمدم اندکی ترسیدم. خوفم از آن بود که چاروا به بالای آدمان و یا خطهای سیمی برق میافتد، اما این خوفم تنها بار اول بود. اکنون با گذشت 15-16 سال من در این کار تجربه کلان دارم. عید قربان با انجام مراسم حج در مکه راست می آید و یکی از مراسم های مهم در تقویم مسلمانان به شمار می رود. در جشن مسلمانان گاو، گوسفند یا شتر قربانی می کنند. گوشت را میان پیوندان، دوستان تقسیم می کنند و یک قسم را هم به فقیران می دهند. در پاکستان جشن عید قربان 12 اوگوست تجلیل می شود. بیننده ارجمند، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر را در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید و یا در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخوانید. صبح پگاه شما را برنامه نویدی بامدادی منتظر است. تا آن دم خدا نگهداری هر یکی شما عزیزان باشد.